خب و اما شورای امنیت سازمان ملل، اتفاقی که پیش از این تنها تا اونجا که بنده اطلاع دارم، حالا از مهمون گرامی این برنامه خواهیم پرسید، در دوره جنگ سرد فقط در سازمان ملل اتفاق افتاده بود. جمعه پیش یه دفعه دیگه اتفاق افتاد. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای که غیر الزام آور است، با اکثریت چشمگیر شورای امنیت را بابت ناتوانی در پایان بخشیدن به ناآرامی‌ها در سوریه محکوم کرد. حالا مهم نیست اصلا به چه دلیل، مهم اینه که شورای امنیت همچون هیئت اجرایی سازمان ملل محکوم شده، اونم با قطعنامه، و اونم با قطعنامه نشست عمومی همونایی که این سازمان رو تشکیل میدن. همین اعضا هیئت اجراییشون رو محکوم میکنن، ولی حرفشون برای هیئت اجراییشون الزام آور نیست. قطعنامه مجمع عمومی الزام آور نیست، قطعنامه شورای امنیته که الزام آوره. یعنی عملا زور هیئت اجرایی از کل سازمان بیشتره. چرا ساختار سازمان ملل با نزدیک به 200 کشور عضو اینطوریه و همه چیز در تصمیم 5 کشور دارای حق وتو خلاصه میشه؟ به ویژه برای ما ایرانی‌ها نقش و کارکرد این ساختار شورای امنیت بسیار مهمه، به ویژه که در پیوند با سرکوب حقوق بشر در ایران بارها و بارها خواستند که شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل کاری بکنن. مجمع عمومی محکوم کرده، شورای امنیت کاری نکرده. چرا این ساختار اصلاح نمیشه؟ دکتر مهرداد خانساری از لندن با ما هستند، دیپلمات سابق. آقای دکتر خانساری، با تشکر از حضورتون در این برنامه. من پرسشمو کردم، خواهش می‌کنم بفرمایید. والا خب اولا با درود به شما و تمام همیهنان عزیزمون. موقعی که شما این مسئله رو در نظر میگیرید، باید این یه مقدار به تجربه سازمان‌های بین‌المللی از میشه گفت از بعد از پایان جنگ اول جهانی به اینور نگاه بکنیم و به این موضوع توجه بکنیم که وظیفه اول شورای امنیت حفظ صلح و امنیت در جهانه و این سازمان ملل و این به قول معروف این اساسنامه سازمان ملل متحد طوری تنظیم یافته و قدرت در ارکان مختلف اون طوری تقسیم شده که در اصل شرایطی رو فراهم بیاره که شورای امنیت بتونه در مأموریت خودش موفق باشه. همونطور که فرمودید درسته که مثلا نزدیک به 200 کشور عضو سازمان ملل متحد هستن، ولی این یک توهم اگه ما فکر بکنیم که قدرت این کشورها مثلا با هم مساویه، یا اینکه مثلا اگر 10 کشور یا یک اکثریتی مثلا یک خواسته خاصی رو داشته باشن، اون خواسته رو علی‌رغم به اصطلاح اون نیرویی که در مجموع دارن میتونن به اون قدرت‌های اصلی تحمیل بکنن. تجربه ایجاد به اصطلاح سازمان ملل متحد بر اساس تجربه‌ای بود که دنیا بعد از تشکیل مجمع ملل در انتهای جنگ جهانی اول به دست آورد. در اون به اصطلاح اون سازمان بین‌المللی که بشه گفت سلف همین سازمان ملل متحد بود، وضع طوری بود که کشورها اگر رأی میدادن، خواسته اونها اکثریت اگر می آوردن، باید اون خواسته اجرا میشد. چی شد؟ نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که مثلا یک کشوری مثل ژاپن که فرض کنیم در اوایل دهه 30 قرن 20 به چین حمله کرد و منچوریا رو تصرف کرد، یا آلمان نازی که به دنبال گسترش قدرت خودش در اروپا بود، اینها از عضویت مجمع عمومی خارج شدن و در نهایت اون تشکیلات به اصطلاح بین‌المللی رو کاملا فلج کردن که بتونه مسئله یا موضوعی رو به اونها تحمیل بکنه. با این تجربه بود که سازمان ملل موقعی که به وجود آمد، قصد این بود که طوری این اساسنامه تنظیم پیدا بکنه، طوری قدرت تقسیم بشه و به نوعی این حق وتو به این کشورهای بزرگ داده بشه که کاری که خلاف منافع اونها باشه و شرایطی رو فراهم بیاره که اونها بخوان از این تشکیلات جدا بشن، مانع از اون بشه. لذا این حق وتو باعث شده که در مجموع این سازمان ملل بتونه، حالا اگر در بعضی موارد نمیتونه به یک نتیجه مثبت برسه، در خیلی موارد دیگه
در اصل موفق باشه و در مجموع کارنامه قابل قبولی داشته باشه. خب آقای دکتر خانساری، به این صورت فکر میکنم که زیاد پرت نیست این سوال که بنده از شما میپرسم که بنابراین سرنوشت سیاسی دست کم کشورها رو و حتی در بسیاری از موارد در پیوند با مسائل اقتصادی و حتی نظامی همین فقط کشورهای حق وتو هستن که تعیین میکنن. خب ببینید، همونطور که عرض کردم شما باید در نظر بگیرید که مثلا آمریکا یک عضو سازمان ملل، ماداگاسکار هم یک عضو سازمان ملله. نمیشه گفت که نظر یا اون وزنه ماداگاسکار در صحنه بین‌المللی به اندازه آمریکاست یا به اندازه روسیه است یا چین یا بریتانیا یا فرانسه، این 5 کشوری که خب یعنی با این حساب آقای دکتر خانساری می شود هر کی قدرتمندتر باید زوردارتر باشه و باید بیشتر، یعنی در واقع همون تزی که یک بار یکی از رؤسای جمهور آمریکا مطرح کرد که خب ما چون ابرقدرتیم بنابراین باید هرچه میگیم انجام بشه. خب نه، یه چیزی با همین این مضمون. دلیل آی فلاحتی، دلیل این دال بر اون نیست که خواسته یک کشور قدرتمند عملی بشه، چون یک کشور قدرتمند دیگه که دارای حق وتوست اگر با اون نظرات موافق نباشه خب بدیهی است که اونم وتو میکنه. آقای دکتر خانساری، حالا جلو اون میگیره. ولی من موضوع مهم، خیلی معذرت میخوام، من اینو خدمتتون عرض کنم، موضوع مهم اینه که شرایطی نباید فراهم بیاد که این کشورهای بزرگ نخوان در این مجمع باشن. اگر شما بخواید خواسته های ماداگاسکار رو، نمیدونم چاد و لیبی و نمیدونم چند تا کشور کوچیک رو تحمیل بکنید به یک ابرقدرت، خب بدیهی است که اون ابرقدرت به خاطر اینکه خودش رو تحت یک شرایطی که مسائل بخواد بهش تحمیل نشه قرار نده، از استعفا میده و میاد از این سازمان بیرون و اونجاست که استفاده های بیشتری که از وجود یک سازمان بین‌المللی با حضور این کشورهای قدرتمند میشه استفاده کرد، اون وقت دیگه نمیشه استفاده کرد. آقای دکتر خانساری، آیا هیچ مکانیزمی رو شما که سالیان درازی است در دیپلماسی بوده اید و قطعا تفکر کرده اید در این زمینه، نمی شود در نظر گرفت که حق وتو نباشد و کشورهایی که آزادتر از دیگر کشورها هستند، کشورهایی که گفته می شود مثلا آمریکا بزرگترین دموکراسی جهان، آیا نمی تواند فرض بفرمایید آمریکا یا فرانسه، کشورهای قدرتمند داخل شورای امنیت، در حقیقت استراتژی انسانی رو که در نظر میتونن داشته باشن در کشورهای دیگر بدون با حق وتو و باور به حق وتو پیش ببرن؟ ببینید، البته شما این مسئله رو در نظر بگیرید که حق وتو موقعی که فرض کنیم یک کشور میاد و وتو میکنه، اثرش چیه؟ در چه مواردی این استفاده از حق وتو میشه گفتش که اثرگذاره؟ یه موقعی هستش که مثلا فرض کنیم دنیا یا یک سازمان بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد میخواد یک پیامی به دنیا بده که این پیام همونطور که مثلا شما اشاره کردید جوانب انسانی داره، جوانب معنوی داره. موقعی که مجمع عمومی سازمان ملل که قطعنامه‌هاش الزام به اجرا نیست میاد و یک قطعنامه رو تصویب میکنه، بدیهی است که این دارای یک ارزش معنوی است و یک فشار فوق‌العاده زیادی در جامعه بین‌المللی در ارتباط با اون سوژه‌ای که مد نظر هست به اصطلاح اون اثر رو میگذاره. یه موقع هستش که شما میخواین بیاین و یک کشوری رو مثلا تنبیه بکنید. این مثلا اگه شما نگاه بکنید به تاریخچه به اصطلاح اقدامات تنبیهی شورای امنیت از بدو شروع سازمان ملل به تا به حال، میبینید که فقط در یک موقع بود، در یک موقعیت، اون هم در زمانی که جنگ سرد رو به اتمام بود، گورباچوف به اصطلاح در رأس قدرت در اتحاد جماهیر شوروی بود و قطعنامه‌هایی علیه صدام حسین، قطعنامه‌های تنبیهی در شورای امنیت علیه صدام حسین تصویب شدن که دولت اتحاد جماهیر شوروی اونها رو وتو نکرد.
در دور قبل از اون که مثلا یک اقدام میشه گفتش که مشابهی صورت گرفت که شما در ابتدای صحبت خودتون به اشاره کردید و اون در زمانی بود که جنگ کره میخواست شروع بشه. دولت روسیه، اتحاد جماهیر شوروی اون زمان، از ژانویه 1950 در اعتراض به اینکه چرا آمریکا تونسته بود مانع از به اصطلاح ورود چین کمونیست به سازمان ملل بشه و اینکه کرسی چین در سازمان ملل به چین کمونیست داده بشه، دولت شوروی در جلسات شورای امنیت شرکت نمی‌کرد. در زمانی که روسا در جلسات نبودن، 2 قطعنامه برای ایجاد اون نیرویی که تحت عنوان نیروی سازمان ملل امروز در کره جنوبی مستقره به تصویب رسید که بعداً روسا برگشتن و مانع از این شدن که اقدامات بیشتری صورت بگیره. یعنی شما این مسائل تنبیهی رو که کنار بگذارید، یه موقعی هستش که مثلا همین اقداماتی که علیه لیبی صورت گرفت، خب دولت روسیه رأی وتو نداد و دید که علی‌رغم تمایلاتش اون قطعنامه‌ای که در ارتباط با تنبیه دولت قذافی بود خیلی بیشتر از اون چیزی که اونها تصویب کرده بودن به کار گرفته شد و منتج به یک نتایجی شد که الزاماً اونها خواهانش نبودن. امروز در ارتباط با سوریه مثلا اون کار نمی‌کنن، قاطعاً رأی منفی میدن، وتو رو به کار میگیرن، همونطور که آمریکا به دفعات در ارتباط با تنبیه اسرائیل از سوی شورای امنیت حق وتوی خودش رو به کار گرفته. ولی شما اینها رو که بگذارین کنار، اگر منظور به اصطلاح در اصل اون استفاده تبلیغی، اون فشارهای میشه گفتش که معنوی است، خب اون فشارها رو هر قطعنامه‌ای که مجمع عمومی و با اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل بده، خب اون نتیجه همیشه حاصل میشه. سپاسگزارم دکتر مهرداد خانساری، دیپلمات سابق که در این برنامه تشریف داشتن. ممنونم ازتون، شبتون بخیر. خواهش میکنم.